این ترنزیشن دفاع به حمله 3 نفره است. پست یکمون تخته ریبان، پست 2 همزمان با ریبان پست 1 شلیک میشه وینگ، از پست 1 دریافت توپ، پست 1 پاس و داد، بلا فاصله میاد بالای منطقه کی، پاس رو از پست 2 میگیره، شلیک میکنه یا پاس رو اقدام میکنه به فورواردمون. همزمان با این 2 نفر توپ که رها شد، فورواردمون شلیک میشه کورنر، دریافت توپ از پست 1 و اقدام به سمت سبد. اقدام کرد از وینگ مخالف در میاد واسه دریافت پاس اول. پست 1مون بعد اینکه پاس داد مانع رو دور میزنه، به عنوان فوروارد شلیک میشه. پست 2مون بعد از پاس اول میره واسه ریبان، قبل از اینکه توپ زمین بیفته باید توپو ریبان کنه. این کار 3 بار انجام میشه، هر 3 بار 3 نفر مختلف لیاپ میزنن. یه دور بریم. خوبه.